دلچینی تو چه دست قیطه میکنی؟ چه؟ اول رفته به تچیشاتونه؟ نه میگو چرا مسجد نرفتن گفته؟ میرون کی؟ چای خوردی؟ خب خبر مسجد خورده که؟ خب کجای گیلا؟ مچون گیلا گیلا بیا اینجا بده حضورم خدا به چه جنگ میکن کی؟ گیله گیلا خودی به چه جنگ میکن؟ بیا دیگه چی باید بابا؟ دلچینی بالا خیلی خونو که دیگه هفتم کرگه مفتم میگو من یاد دارم بخیر عروسی تو بکنم تو همین تو بیعقلی میکنی چی کار کردم بابا؟ چه سلام نمیکنی؟ بابا این کلمه یاد ممدام میره اگه تو خسرت به پیش میشیشته باشه که بیا چیکار میکنی سلام نمیکنی؟ چی فرق میکنه؟ من میگم اصلا خسر میکن شما با من پیش نزدیکتری وای وای این کلمه حیات ما میره مدام خوب با ما نگفتین وای 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 تو با کی دیگه من تو بگم نمیفهم بابا امیر یاد نگرفتم هرچی کوشش میکنم که یاد گیرو من تو نمیفهم یاد من سکو تو سکا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مونده نباشی مونده نباشی انیته یاد گرفتی دیگه سلام میکنی نمیکنی سلام علیکم سلام علیکم مونده نباشی سکو یک کار کن خب من میرم به گنج همین 5000 که تا قله خود رو میرم بردا بیاره چرا؟ که میرم به گنج میرم که چند تا گوسفند بستونه که ما معرفی تو بگیرم بابا او 5000 مادر مگو اصلا پیار تو اگه خون از چیشای چک چک میکنه ندی چه ندی؟ به خاطر از که گفتک به تب اونا نگاه داشتم و مادر خب به تب تالار زنکا میگم ما چون کن مشتی مایم ما چون پول جمع میکنم سپنجی مایه نانا ما چون کیا چی مایه عروس چی مایه ما چون دوما چی مایه انمی هزار رقم خرت پرت مایه اونا گفت اگه اصلا یک پنجیری بری بر نکنی نگو تا روز عروسی تو با پس پولا تو میدم وخی حالا که ما برم واسه به گنج میرم که گوسفند بستون وخی وقت دیگه بابا چی یعنی بابا چه کاره بگو خواهمی یعنی میگم به کار اونا خب به کار من به کار دارم آنجا میذارم روز عروسی به تو میرم بابا وقتی دست رنیا بابا وقتی در سرانم وقتی وقتی دلچینی گدایه وقتی دلچین برسه که کینه در اگه گدا بلک بگو چه بگو شما خبر میکنیم به عروسی بده زودی درسته بابا برو سایکو دلچینی اگه گدا بودک اگه خدا بده خوبی ها اگه گدا بودک بگو ولی تن سردی در خوب برو سگو کینه در سرا اگه زنکا بودک گدا بگو خاله ما شما به عروسی خبر میکنیم با بیاین اگه مرتکا بودک بگو ما شما با عروسی خبر میکنیم بیاین بگو شما طلب حالا تو وقتی بکن برو که پولار بیاره که واسه کارم بچه وقتی وقتی دادن شما دست از اینو ماما سلام دست بیشتری خوی بخیر کجا بیار تو کجا باری بومن سلام علیکم و علیکم کاکا اشتری شکر زنده باشی کاکا خوب هستی؟ شکر فضل خدا زنده خیلی اشتر خانواده شکر الحمدلله زنده باشی چی پایه؟ قراری کاکا خیریت بود از طرف شما خیریتی بود کاکا کمی کار داشتم شما اولا که امی گوشی شما هرچی زنگ زدین گوشی شما خاموش بوده نمیفهم گوشی من چی تفراشو گرفته روشن هم هست بیچی یعنی گوشی شما خاموش بوده دست بود خاموش کن گفتم مگرم بیان تو در سرا شما دیگه امی خسر بوره برارمه به ایران حادثه کده بیچاره تکر کده فوت کرد خدا بیامرزه خدا هم بیامرزه گفتن
3-4 روز بعد شاید جنازی عزیز بیارن. این محفلک خورد تو هم 40 روز شما کنسل کنید. کله شما خرابه کاکا، بریم برات کار خوریم. این شب زمستون شما نمیبینی؟ ها برفا بز میتام تا کی نگاه دارم. اون روز دیسا خوشی فلانیک مرده، همسایه ما مرده، چکار ما تا چه روز صبر کنم؟ خب اتفاقا که بعضی این گپا به درد من میخوام. وقت تا کسا خو نوشته کردم انا امرو میرم مگن که گوسفندم برسون بکشم. شما تا هم 40 روز مگه اصلا یک ثانیه صبر نکن کاکا. خلاصا به شما بگم 6-7 روز بعد میت از این میارن. تا 6-7 روز تا 4 روز دیگه هم صبر کن که نیسا کن. چیز بازه خوی که خود من خصوصی برا من خصوصی برا خدا بیامرزه. نه مگه شما تا 40 این روز گپانیه کاکای من. گیلکشتنی اشتنی هم بسیارت خیلی خوبه. این شو زنده باشین. کله شما خراب من تا کسا خو نوشته که آخره کردم تقسیم کردم. اصلا خراب نکنی که ناراحت هم نشین. ناراحت میشم. چی بابا؟ بیا آمده مگه خصوصی بری برام به هنان تکرار کرده. بعد از 7 روز میتی میارن. کشته شده. خود چکار کن که کشته خدا بیامرزه. که ما چه کار کنیم؟ تا 4 روز دیگه شما صبر کنه. این شب زمستونی برفا و زمین نمیبینه. آخ اون روز که قوم از این همه پیرزالک مرده بود. خود چند روز صبر کردن؟ 4 روز از صبر کردن با 4 روز هم بازی صبر کنه. عباس ماما جو سعی که تو بچه همه خور بگردم. بچه همه جو تو برو همی تا بگو همی چند روز پیشتر برف نبریده، بارش نبریده. حال که ما همه کارار تیار کردیم، همه چیز کردیم، حال اینجا خدا بیامرزه مسکین بیچاره او چیز شده تا 5-6 روز نمیارم. باید 35-40 روز ما اینجا صبر کنیم. 40 روزه چیزی کم 2 ماه میشه. چیزی کم 2 ماه مگه صبر کنم. اتفاقا به هر مسلمان میفته که حالا مگه شما تا 40 روز صبر کنید که از جنازه 40 روز اصلا میفهم کوکو جو. من امروز میرم بگنج میرم گوسفندار میارم. خب پس سبا عروسی بچه منه. ایت یک سنه صبر نمیکنم. خلاصه بتو بگو. وامونو ببرا خم برو گبزه. خب خدافظ شما کن. خوش آمدید. خدافظ گله. بچه تو بدارم بابا. عدس. پس سبا نمیگفتین دیگه بابا. دیگه چاره نیه. 6 روز بعد میتازون میارم. من تا 6 روز اینجا صبر کنم. 4 روز هم دیگه صبر کنم. بابا پس سبا میگیم شما آخه پس سبا هم امرو گوسفندار بکنم دوستون هم امرو میکشم میبرم تالار میبرم. من دروغ گفتم که پس عرضی تونه. خب کیه پس؟ خب 3-4 روز هم تل میدن دیگه چیکار کنین دیگه؟ واسه که تا کارا خود تیار کنیم 5-6 روز طول میکشه. زد که امروز روزی که حساب کنم برم بگن برف و بارش باشه که هم گوسفند سونه تیار کرده باشه بیتر نیه. برف تو بیازه میباره بابا. اینه ولی اشتا کنیم بابا چیکار کنیم؟ این خوشخور ما مثل که رایی کلن گفتن که نگیریم او اگه بگیریم اونا نمیایم بابا. بعد چی میگی؟ بریم که خود بچه جنگ نکردی. گفتم که چه ترکشی خود به چه جنگ کردی؟ دقلی کردم بابا. بسر گلا جنگ میکنیم ها؟ گردن ما بند باشه دقلی 4 دفعه دستخوشی گفت با دقلی که بچه به بررسی تو مونده حالا دیگه تو خورتکر که اینی که گل بزی میکنی. بابا گلویزی ریش سفیدان گلویزی میکنه این خورتکاکی هم. خب چی فرق میکنه؟ ما و از اینا خورتکاکیم. خود تو چرا خود اینو بیزی کردی؟ تو چرا بزی میکنی؟ بعد دیگه خیلی حالا خجالت کش دیگه. خنج بیزی میکنه. چی بزی میکنی؟ خنج. خنج. ایتا خط میکشیم ها؟ بابا کو زنگ بزنیم به خسور مه. گوشی شما کو بابا. میگه شما رو به دست هست نی. میگم برو مدرس رای نبود. گوشی ها شما خرابه بابا. میگم یه گوشیم خرابه. بریم بابا بریم میرم شما مدرسه. بخشیم بابا بریم. بابا من برو. نه دیگه تو چی کار میری؟ بگیم خدا بیامرزه ما هر روز شما میماریم و ما هم نگاه داریم همی تا عروس خورد. بگیم ما همی تا بمونیم همی تا پادر هوا. خب انا میرم میگم برای آردا بگیم همه خراب میشه. بفهمید.